این خواهش ما از شما مردم شریف بدخشان این است که شما این رو میتوانید کرده. مردم تاجیک اصولا مردم جسور، مردم غیور، مردم با ناموس است که اجازت نمیدهد که هیچ کسی استقلالیت و هویت او را پامال کند. البته اجازت نمیداد و هنوز هم ما تلاش کرده هستیم که اجازت ندهیم. اما این حکومت واقعا هم باید اعتراف کنیم که توانست اون غیرت و شجاعت مردم تاجیک را در عموم بخصوص منطقه های دیگر غیر از بدخشان را کمی ضعیف کند، بیش کند، با راه زندان کردن، کشتن، ترسانیدن، تجاوز. اینا مثل که همون چنگیزخان کرد و خراسان را زیر پا کرد، شیران خراسان را به گفت شاعر تبدیل به روباه کرد. اینا هم با همون اسلوب تلاش دارن که این کار را تکرار کنند. خواهش ما از شما این است که در عوض شما اون جسارت و غیرت و اون شجاعت خود را به هر شکلی که میتوانید کمک کنید که به دیگر گوشه های تاجیکستان انتقال بیابد. باور کنید در قفقاز گاه می شود که مردم چچن از خود یک انرژی را بیرون میکنن که دیگر مردم اطراف در قفقاز، داغستانی ها و مثلا اینگوش ها و ادیگه و چرکس ها و دیگر از اونا الهام میگیرن و میبینه که در مجموع قفقاز با نام جسارت و غیرتشون معروف هستند. امروز اپیسنتر شجاعت و مردانگی و استقلال خواهی در تاجیکستان این بدخشان است. با کسی معقول هست یا نیست، بدخشان اپیسنتر هویت ملی ما هست، جسارت ملی ما هست، خودشناسی ملی ما هست. زمانی بود که این در کلاه بود، زمانی واسع اپیسنتر یا مرکز اچک کلاه بود، واسع بود. زمانی بود که این در سوخت بود، در زمان مقنع و در زمان گذشته. زمانی بود مسچاه بود، زمانی بود رشت بود، زمانی بود خود دوشنبه بود. اما امروز بدخشان است. من از شما خواهش میکنم همچون برادر شما، همچون یک نفر شما که تلاش کنید، جدا نکنید خود را از دیگر مردم، بلکه تلاش کنید که این قدرت و این غیرت و جوانمردی شما برود به سمت‌های دیگر، به ما، به تاجیکان دیگر تأثیر برساند تا اینکه ملت تاجیک در مجموع، تاجیکستانیان در مجموع تبدیل شوند به یک ملت یگانه، واحد، غیور، جسور که دیگر هیچ کس نتواند، نه یک حکومت، نه یک کشور بیگانه چشم علا کند به سرزمین ما، به هویت ما، به دین ما، به ننگ و ناموس ما، به زن و به خواهر و مادر ما. و این خواهش ما از شما مردم شریف بدخشان این است که شما این رو میتوانید کرده و باید هم بکنید. همون طوری که قرض یک تاجیکستانی دیگر است که به شما کمک کند، قرض شما هم هست که وظیفه شما هم هست که خود را از بدنه ملت هیچگاه جدا نبینید و اون صفتهای نیک خود را آیسته آیسته به گوشه و کنار دیگری تاجیکستان انتقال بدهید که این کار شدنی است انشاءالله و حتما هم خواهد شد.